عزیزان گرامی، در درس گذشته در مورد سندی خود که سندی روایت حفظ بود حضورتان عرض کردم. اول در مورد اهمیت سند بودنیم که سند چه اهمیت داره. اهمیت سند بدین قرار است که سند یک شهادت است، یک شهادت و گواهی و علامه و نشانه است که از طرف استاد برای شاگرد عطا می گردد و شاگرد با وسیله همان سند می تواند بر دیگران اهلیت خود را ثابت نماید. بنان سند فقط یک کاغذ نیست که رفته در مطبعه جور کنی، خوب نقش نگار بودی، باز خوب مهرم بزنی به شاگرد بودی. سند به این تمام نمیشه. سند گواهی است، سند شهادت است. در حدیث مبارک میاد مسلمان خیانت کرده نمیتونه، مسلمان دروغ گفته نمیتونه. دروغ و خیانت کار مسلمان نیست. این دو تا گناه عظیم است که حتی یعنی وسیله و راه شناخت یک مسلمان درست نیست که مسلمان دروغگو و خائن نمی باشد. یعنی چه عالم است یا غیر عالم، هر کی است وقتی که به شاگرد سند میده، در صورت سند به دوش استاد واجب است که باید به شاگرد عطا کنه که شاگرد قابلیت او را داشته باشه. چرا استاد وقتی که سند را میده شهادت میده هم که این شاگرد در این فن و در این موضوع در این مبحث که است یا لیاقتش داره. سند به این معنی است. بنان یک گواهی میدهد. سند پیش شاگرد علامه و نشانه می باشد به اینکه من صلاحیت دارم، اهلیت دارم. بنان استاد بر این داده بر بالای کسانی که ندارن اهلیت خود را میتونه توسط این سند چگونه اثبات نماید. روی این حالا اهل سند کیست؟ به کی باید سند داده شود؟ سند باید برای شاگردی که قابل باشه، دارای صلاحیت باشه، صلاحیت داشته باشه قرش داده شود. هاری بعد از معلوم نمودن اهلیت شاگرد، حال بر بالای استاد واجب میگردد که برای شاگرد سند بده، چون او زحمت کشیده است، صلاحیت به خود آورد، کسب کرده. حالا به دوش استاد واجب است که باید سند عطا کند. اما برای شخص نااهل بعد از بررسی کیفیت آن میفهمی که اهل نیست، نمیفهمه، سند دادن ممنوع ناجایز است. بنان کسب نمودن و یا مثلا کسب نمودن دنیا در قبال اعطای سند ممنوع ناجایز بوده. مورد محاسبه فردای قیامت کسی که سند میته قرار خواهد گرفت. حالا سند خودش یک مثلا وسیله اثبات صلاحیت و قابلیت است. حالا الله حفاظت کنه زنگ بزنه برات که خودش مولوی هم است، جناب صاحب هم است، زنگ بزنه که برای شاگردای مدرسه ما از مدرسه خودت ما سند نداریم، تو سند سادسه را بده یا سند موقوفه بده. حالا که او شاگرد در این مدرسه پایم نمانده، یک روزم نامده، تقاضا میکنه به این سند بدیم. ما چه گفته به این سند بدیم؟ سند به این معنا که سال ششم یا سال هفتم مکمل شاگرد در مدرسه پیش ما خوانده. سند به این معنا است. خوب آدمی مناسب لیکن میگه تو می شهادت بده، می شهادت دروغ بده. این مسلمانی به کجا رفت؟ قسم به خدا اگر علم امی باشه که ما با دروغ سند به دست بیاریم، علم امی باشه که به قابلیت مثلا حاضر نبوده به درس، اگر مثلا ما سند برسیم قسم است که در علم خیر نیست، نه به خود شخص خیر است، نه در استاد خیر است، نه به اون مدرسه خیر است، نه در جامعه خیر است، هیچ خیری نداره. ما هر روز سر صدا میکنیم از طریق منابر که مثلا دروغ نگوین، مردم فریب نکنین. بعضی اوقات دولت، بعضی اوقات تجارا، بعضی اوقات دکاندارا، بعضی اوقات بازرگانا، بعضی اوقات مثلا دکتر، هر موضوع را مثلا گپ میزنیم که خود اصلاح کنین و خود ما اصلاح نیستیم. خود ما سند دروغ بتیم به مردم. شاگردی که در مدرسه یک روز پای نمونده، خواهی مدرسه با مکتب چی فرق کرد؟ باز مکتب هم علامت میکنیم که شاگرد حاضر نیست، استاد حاضر میکنه، دروغ حاضر میکنه، سند میده. معنی مدرسه چی شد دیگه؟
کلی مدارس نمیگم، کلی مدارس رقم نیست. الحمدلله مدارس، تو مدارسی هم داریم که نظام برجسته داره. این سند شهادت است، سند گواهی است برای کسی داده میشه که مراحل سند را طی کرده باشه، در حاضر باشه، قابلیتی همان سند را داشته باشه، برای از او داده میشه. به هر کس و بر لیت و لعله انسان سند نمیده. به هر کس که سند بدیم به این معنا که ما سند دادم دروغ گفتیم که اینمی شاگرد پیش ما خوانده، امی شاگرد قابلیت داره که نه قابلیت داره نه در مدرسه خوانده، هر دوش دروغ است. ما آینده خودم خراب کنم، فردا پیش خدا ما مورد محاسبه قرار بگیریم و کسی که شاگردی که بیچاره دونه او مالا مثلا قد علم کردن میره و فکر میکنه که من صلاحیت دارم ولی که صلاحیت نداره، قابلیت نداره برای سند داده، هم خود خراب کردم و شاگرد خراب کردم. بنان سند بسیار مهم است عزیزان گرامی، بسیار اهمیت بلند داره. کسی که صلاحیت داره، باز صلاحیت داره بالکل اهل سند است. به انسانی که اهل صلاح باشه، قابل باشه، استاد بگوی نبی خودش سند میده، استاد سند میده. با یقین بدون وقتی که سندهای تخصص خدا یا سند قرائت خدا، سندهای تجوید خدا، وقتی که من پیش استادا رفتم، استادا ما رو میمانی کرده سند دادن، گفتن پیش میمانشو با سند بدیم. هر کدامش است دوره حدیث از تخصص و از تجوید و قرائت. شرط ما نیست که پیش ما یک نان میخری با سند بدیم. کسی که اهل باشه، قابلیت داشته باشه، بالکل او اهل سند می باشه. او بگو نگو بر سند داده میشه، چرا صلاحیت داره. و کسی که صلاحیت نداره، قابلیت نداره، در مدرسه حضور نداره، تو بر سند میتونی ولی شاگرد مدرسه است، دروغ است. نه، سند کسی باید پشت سند بره که مراحل طی کرده باشه. روی این سند از دین است. الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند از جمله دین است. سند دینی ماست. دینی ما به شکل مستند به ما آمده، شق تفسیر است یا حدیث است یا قرآن است، اما مستند به ما آمده. اگر ما در آینده مگر را انتقال میتیم، باید مستند انتقال میتیم، دروغ انتقال نتیم. مشایخ بسیار با زحمت ایره انتقال دادن، بسیار با پابندی های انتقال دادن. اگر ما انتقال میتیم، ما انتقال ما مستند باشه، انتقال دروغین نباشه، انتقال بنا اهل ها نباشه، بر نا اهل مثلا ما سند داده بریم. تا اینجا یک مرحله درس تقریبا پایان یافت که مقدمه تجوید بود. از این طرف انشاءالله در مورد اهمیت تجوید شروع میکنیم، سر اصل مبحث میاییم. تا این دو ماه که ما درس خواندیم به شکل یک مقدمه بعضی مواردی که مربوط به تجوید میشه در حدود عرض کردم. این طرف اهمیت تجوید. اگر کسی سوالی کنه آیا ادا نمودن قرآن به طور صحیح که ما زور میزنیم که قرآن درست بخوانین، قرآن صحیح بخوانین، با تجوید بخوانین، با ادای درست بخوانین، از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول و ثابت است یا خیر؟ جواب آری. اما طور که الله عز وجل حروف و رسم خط قرآن را حفاظت نموده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همین طور مثل که حروف قرآن محفوظ است، رسم خط قرآن محفوظ است، به همین شکل ادای صحیح قرآن را خداوند متعال حفاظت نموده. قرآن هم به شکل درست باید ادا شود. پس صحیح ترین و معتبرترین ادا همان ادایی است که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برای صحابه کرام تعلیم و اجرا نمودند. همینطور وقتی که صحابه کرام از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آموختند، برای تابعین قرآن را تعلیم و اجرا میکردند بر همان ادا و اصول و ضوابطی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم آموخته بودند. بسیار با جدیت و همراه با پابندی که از قائم بودند. هیچگاه مثلا از تعلیم یافته خود یا آموخته خود از جناب رسول الله تخطی نمی‌کردند. چنانچه که در معجم کبیر طبرانی به سند ثقه درست روایت شده است که شخصی با محضر عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه
آیه انما الصدقات للفقراء علیکی مد داره، انما الصدقات للفقراء، مد متصل داره، للفقراء تلاوت نمود، لیکن الفقراء را الف چی نکرد؟ مد نکرد. آنگاه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیت را برای ما اینطور نیاموختند که انما الصدقات للفقراء نیاموختند. شخص تلاوت کننده باز دریافت نمود که ای ابو عبدالرحمن، شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم را چه قسم مثلا آموختید؟ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که ما این را با امرای مد للفقراء، با امرای مد آموختیم. بگی این یک موضوعش است، یک مسئله مد که مد مجموعه صفات عوارض است، عارضه است، صفات لازمه هم نیست. از این حدیث دانسته شد که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ادا نمودنی که بدون مد را برخلاف قواعد محسوب نمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم موافق آن تعلیم نموده. این صرف مد به مد مقدار گرفت میکردن و تلاوت کننده را گرفت نمود و مانع شد که یک قسم مثلا به مد نخواد، چه صفات لازمه است یا صفات عارضه است. اقلا اگر صفات عارضه را درست ادا نکنیم به کراهت مواجه میشیم، مکروه است. بنابراین این حدیث دلیل واضح و روشن است بر این مطلب که در ادا باید تمامی اصول و قواعد را ملحوظ باید داشت، ولو که صفات محسنه و صفات عارضه هم باشه. خب ایخو ادای درست از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت بوده. حال یک سوال کنیم که تجوید برای ما چگونه رسید؟ علم تجوید چگونه به ما رسید؟ جواب: علم تجوید برای ما به وسیله سعی و تلاش و کوشش ناقلین رسیده است. مشایخ ما، قرا، علما کوشش سعی و تلاش کردن برای ما رساندن. از آغاز کار حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بلا واسطه از محضر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن آموختن و همواره از زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را شنوده، آن را حفظ می نمودن. این طرز العمل از صحابه کرام به تابعین، از تابعین به تبع تابعین نقل گردید. شفاهی با تلقی کسی که با دیگر چی میکردن؟ انتقال میدادن. و قرای عصر بعدی هر یک از نزد اساتید خویش زمینه تحصیل و آموختن را ادامه دادن. یک بار بارها سالهای سال جهت تحصیل قرآن عظیم الشأن یا فن تجوید که از عمر خود را به خرج دادن به طور متواتر و مکرر و بارها که از قرآن آموختن. چرا؟ که شما در تاریخ مثلا اساتید قرآن ببینید یک بار قرآن تیر نکردن پیش استاد، پیش چندین استاد بار تیر کردن. چرا؟ این بدین خاطر است که چون که در راستای قرآن هیچ نوع خامی و آزمودگی که از باقی نماند. آزموده باشند، تجربه پیدا کنند، خامی خود به پختگی عوض و تبدیل کنند. هیچ نوع خامی، ناتجربگی و ناآزمودگی در راستای قرآن باقی نماند. به این شکل قرآن از اصل پیامبر علیه السلام تا به امروز به ما رسیده و میرسه. واضعین فن تجوید، خیلی فن تجوید کی واسه کرد؟ فن تجوید دو قسم موضوع داره. یکی وضع من حیث الاداس، دوم وضع من حیث القواعد. یکی واضعین و گزارندگان من حیث الاداس، دوم واضعین و گزارندگان من حیث چی است؟ قواعد است. البته واضع من حیث الاداء جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی ادای قرآن را که وضع کرده برای ما یاد داده جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به همان طرز و شیوهی که از حضرت جبرئیل علیه السلام قرآن را شنوده بود، به همان شیوه و ادا برای حضرات صحابه کرام تعلیم نمودند. و صحابه کرام چون اهل زبان بود و فقط تلقی میشد از زبان، باز از دان به دان قرآن نداده میشد، قواعد مواعید نبود. چرا؟ چون صحابه کرام خودشون اهل زبان بودن، میفهمیدن. نیاز به نوشتن قواعد و ضوابط، بلا قواعد و ضوابط همان شیوهی که پیامبر علیه السلام ادا میکرد همون شیوه را میگرفتن بدون نیاز به قواعد و ضوابط. این گونه مثلا ادای مثلا شفاهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام یاد دادن، ایرا حیث چی میگه؟ واضع من حیث الادا میگه. واضع من حیث الادا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حال امام که مثلا وقتی که
قرآن میخوانیم تعلیم میکنیم دو قسم از هم قواعد میخوانیم هم باز ادا میکنیم. این درسی که خوانده رسیم درس قواعد است که مثلا تجوید نظری میگین قواعد میگین، بعد اینکه رفته هر کدام علایت سوره پیش استاد تیر کدام تن میگین او چی است؟ او اداست. این قواعد است، هر دو است. اما واضح من حیث القواعد واضح این کی است؟ بعد از عصر صحابه کرام، چون حلقه اسلام وقتی که توسع و وسعت پیدا کرد، از اقوام غیر عرب هم مردمان عجم هم به اسلام مشرف شدن، آنگاه نیاز و ضرورت دیده شد که باید قواعد تجوید و ضوابط تجوید باید مرتب گردد. همین بود که واضحان من حیث القواعد به صحنه مثلا گام گذاشتن. بیان ای که ما تجوید میخوانیم، جمال القرآن، فواید مکی، مقدمه جزری، اینا همه مثلا واضحین هستند، لیکن واضحین من حیث القواعد هستند. اما واضح من حیث الادا که به کدام شکل قرآن خوانده شوه، واضح او جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بنان از جمله کسانی که واضح تجوید من حیث الادا است، من حیث القواعد و ضوابط هستند، ابو الاسد الدوئلی، خلیل ابن احمد فراهیدی، ابو عمر حفص ابن عمر دوری و نیز ائمه قرائات، امام سیبوی، امام قطرب، امام فرا، امام صالح جرمی، اینا کلشان قابل تذکره هستند. اینا همه واضعین تجوید من حیث چیستن قواعد هستند، ولی در جمله اینها به طور عموم سرخیل و نخستینی شخص این بزرگوارا خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله تعالی است. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، أي على القول الذي قول كسك يختاره من اختبر خلیل ابن احمد فراهیدی است. چرا؟ چونکه خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله از همه قبل یک کتاب دارن به نام کتاب العین. در کتاب العین خود مخارج صفات را که است و القاب حروف و اسما و غیره را اونجا چی کردن؟ بحث کردن. و این گونه شکل دادن اعراب حروف را نیز مثلا مدونش حضرت چی است؟ خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله است. بنابراین مطابق نظریه اکثری محققین رحمهم الله تعالی، محققین فن تجوید، اولین کسی که تعداد مخارج را 17 گفته خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله است. بیشتر گفتم علی الذی یختاره من اختبر. در کتاب العین خود این گونه مخارج را 17 چی کرده؟ نقل کرده و بیان نموده. پس بنان واضعین تجوید از دو ناحیه واضح بوده. یکی واضح من حیث الادا، یعنی به همون شیوهی که از جانب الله عزوجل برای خواندن و تلاوت و خواندن و قرائت قرآن عظیم الشان سند چی شده؟ تعلیم شده که الله متعال به جبرائیل علیه السلام به پیامبر علیه السلام تعلیم کردن. پس واضح من حیث الادا یعنی از آدرس مثلا درست نمودن ادا قرآن یا اینکه به شیوه درست خواندن قرآن، در این راسته واضح مثلا فن تجوید واسه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. اما واضح من حیث القواعد و ضوابط که قواعد ضوابط را ترتیب دادن، یعنی مخارج را ترتیب دادن، مخرج اول، دوم، سوم، چهارم، یا قواعدی که مثلا در صفات می آید، قواعدی که در صفات لازمه و مثلا عارضه می آید، این تو قواعد را باز وضع این تو قواعد را که است حضرات علما کردن، از حضرت ابوالحسین دوئلی و خلیل ابن احمد فراهیدی رحمه الله گرفته تا ائمه قرائت، امام سیبوی، امام فرا، امام قطرب، امام جرمی، اینا کلشان در این مثلا دخیل هستند و سرخیل و نخستین شخصیت های عظیمی که در مورد قواعد تجوید یا ضوابط تجوید را که وضع کردن خلیل ابن چی بوده؟ احمد فراهیدی رحمه الله بوده. این دو قسم واضح بود حضورتان عرض کردم. بعد از این انشاءالله تیر میشیم میریم طرف مسائل و مواضیع در تعریف تجوید که تجوید عبارت از چی است. تا به اینجا تا فصل 4 که ما خواندیم تقریبا عالی مقدماتی است. بعد از خواندن تعریف تجوید انشاءالله باز به سوی مخارج حروف میریم. اصلی که دو رکن عظیم تجوید مخارج و صفات لازم است، اونجا باز انشاءالله روی تخته سرتان کار میکنم که مخرج اول چه قسم است، دوم چه قسم است، حروف چه قسم ادا میشن، اساس طرف اصلی مطلب بیاییم. این خود تا اینجا مقدمات بسیاری مقدماتی بود که حضورتان عرض کردم. الله تبارک و تعالی همه ما را توفیق نصیب بفرماید. رخصت عید پیش رو داریم، شاید مثلا چهارشنبه و پنجشنبه مدارس رخصت شوه، طلبم شاید هر کس طرف خانه خود بره. بعد ان شاء الله اگر رخصت چیدن رفتین باز شنبه آینده ان شاء الله درس باز میشه، آغاز میشه. دعا بکنین الله متعال همه ما شما را همیشه
اگر مداومت با امر قرآن و کتاب الله نصیب، اگر همه ما نصیب بگردانه، خداوند متعال تا آخرین لحظه درس های ما را به می شکلی که خوانده موفق و با کامرانی خداوند متعال ادامه و پیش بردش توفیق نصیب بفرماید. و در خانم که وقتی که ما میریم در رخصتی، از رخصتی استفاده کنین. مطالعه یگان کتاب است، یگان رساله است. یقین بودن بازی وقتا فرصت پیدا نمیشه. در خانم که رفتین رئیس یا سیاحت هم بکنین، احوالگیری خیشار هم بکنین، رساله های فارسی که معتمد است در هر مبحث موضوع است مطالعه بکنین. خود به مطالعه مسائل با معلومات آوردن و دست آوردن معلومات خو عادت بدین. عبدالرؤوف سکروی استاد ما، استاد مسلمی ماست، اونا همیشه توصیه میکردن وقتی که رخصت میکردن میگفتن نه ما پرسان میگیریم جه در مدرسه جماعت الحمدلله میخونیم، ما تابستان یگان جماعت اگر نماز بانه، لیکن خانه که رفتیم باز ملام جماعت رخصت است، طالب رخصت است، مولوی صاحب مدرس صاحب کل لگی چھٹی ہے، درس هم چھٹی، جماعت هم چی است چھٹی، نه رخصت نکنیم، رخصت نکنیم. در خانه هم که هستیم با خدای خود عهد کنیم یا الله ما را توفیق نصیب بفرمای که جماعت نماز از پیش ما نره، ان شاء الله دیگه تعهد میکنیم، تعهد میکنیم. فقط اون طرف توفیق با خدا دست خدا است، به قبضه الله است. ما فقط تصمیم خدا بگیریم، توفیق از الله متعال خواهانیم که الله همه ما شما را موفق و کامران و کامیاب بگردانه. و الله متعال از علوم مشایخ، از علوم قرآن و حدیث و فقه و از معارف تمام مشایخ و اساتید ما و همه ما شما خداوند متعال نصیب بگردانه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.